عیدتون مبارک. عزیزانی که واسه عید میای جنوب، حالا خونه فامیلی یا هر کسی، خواهشن دیگه تز ندید به جان خود. این چیه یاد گرفته؟ هر وقت میای جنوب اینو میگید، ماهی هست، شوریده هست، میگن خیلی خوشمزه. ما خیلی دوست داریم. خب ما هم دوست داریم، خیلی هم خوشمزه هست. بله تو بازار هم هست ولی گرونه، کیلو 1 میلیونه. ما خودمون الان چند سال نتونستیم لمسش کنیم، چه برسه بخریم. این چیه یاد گرفتید؟ یه جور میگی شوریده هست، انگار مثلا ما تو جوب کنار خونمون پر شوریده است، ما میگیریم واسهتون سرخ میکنیم. عزیزم گرونه، گیر نمیاد. خواهشاً این حرفو نزنید. ما نداریم واسهتون بخریم دیگه. والا میری خونهشون بهت استانبولی و عدسپلو و ماکارونی میدن، میان اینجا ماهی میخوان، تازه ذائقه‌شون را بیفته. خب نکن، هر چی بود بخور دیگه.